بسم الله الرحمن الرحیم. حسین روستایی هستم. یکی از عزیزان به من گفتن که اگه میشه در مورد استانداردهای تخت خواب توضیح بدم. همونطور که ملاحظه میکنید من از یک کاتالوگ روسی استفاده کردم. طرحشون بد نیست، البته یه ذره کلاسیکه ولی میتونیم استفاده کنیم. الان شما ملاحظه میکنید یه تخت خواب در فضاییه که خیلی بزرگه، ولی خب همیشه این اتفاق نمیافته. اغلب فضاها برای اتاق خوابا کوچیکه و دور و برش انقدر باز نیست و ما فضای زیادی نداریم. عزیزان، تخت خوابای ما استانداردهاش متاسفانه خیلی به هم ریخته شده. الان شما ملاحظه میکنید تشک ساختن با ارتفاع 30 سانت، قبلا تشک بوده با ارتفاع 20 سانت و ما یه استانداردهایی داریم که باید رعایت کنیم. استاندارد ما برای این ارتفاع تخت خواب همیشه بین 40 تا 45 سانت بوده. چرا؟ برای اینکه بتونیم راحت بشینیم و راحت بلند شیم. و این استانداردها متاسفانه خیلی تغییر کرده. الان شما تخت خواب میخرید از یه جایی، دوشک هم از یه جای دیگه میخرید. دوشک 30 سانت تا 35 سانت، تخت خواب هم خودش یه فضایی داره در اون زیر حدود 25 سانت که جمعش حدودا میشه 60 سانت که 60 سانت برای بلند شدن و نشستن خیلی سخته و اصلا استاندارد نیست و حتما به زانوها فشار میاره. بنابراین این رو خیلی باید دقت کنیم که ارتفاع تشک ما از 45 سانت بالاتر نباشه. اگر قدتون بلنده میتونید تا 50-55 سانت هم داشته باشید، ولی استاندارد ما 40 تا 45. موضوع بعدی سایزهای تشک هاست که ما خب تخت خوابمون بر مبنای سایز تشک باید تولید بشه. حالا تشک ها همتون میدونید ارتفاع استاندارد تشک 2 متره که خب سفارشی هم میتونه باشه تا 2.20 که خب بعضی از تشک فروش ها این استانداردها رو دارن، این سفارش ها هم قبول میکنن، ولی به طور معمول ما ارتفاعمون 2 متر بیشتر نیست. عرضهای تشکامون از برای نوجوانا و بزرگسالا یک نفره 90 سانت هست، 100 سانت هست، 120 سانت هست، 140 هم هست که این برای یک نفره بیشتر استفاده میشه این سایز، و برای دو نفره 160 180 و 2 متر هم خواهیم داشت که حالا تو اصطلاحا بهش میگن کوین، کینگ و چیزای دیگه. موضوع بعدی ما داشتن دیوارهای خوب برای تخت خوابه. دوستان اصلا برای تخت خواب از دیواره 16 میل نباید استفاده کنید، به خاطر اینکه به طور مثال عرض میکنم اگه شما ارتفاع تشکتون 2 متر و عرضش 1 متر و 60 باشه، موقعی که میخوایم بخوابید تشک ما چون فشار میاد روش از بغلا خودش رو ذره ول میکنه و این به مرور زمان فشار میاره به دیوارهای تخت خواب ما که بعد از یه مدتی شما میبینید این قسمت شکم برداشته، شکم داره و هیچ کاریش نمیتونید بکنید. حتما اینو رعایت کنید. حداقل باید 18 یا بالاتر که یا 2 تا 16 رو به هم وصل میکنن که حالا البته فقط در دور میتونن این کارو بکنن، چون اگه تمامش رو بخوان دوبل کنن خیلی سنگین میشه، نیازی هم نیست، ولی میتونن دورش رو با حدوداً 5 سانت پهنا تمام دور این دیواره ها رو کلفترش کنن، زخیمترش کنن که این باد نکنه، این شکم نده، که همیشه به اون شکلی که بوده بمونه. در قسمت پایین همینطور ارتفاع پایین رو خیلی بلند نباید بگیرید، اگر میتونه با دیواره یه اندازه باشه، اگرم دوست دارید بالاتر باشه معمولا 5 سانت از دوشک باید بالاتر باشه که ملافه رو انداز لحاف از قسمت پایین آویزون نباشه. اگر میخواین لحاف از قسمت پایین آویزون باشه حتما اینا رو یه اندازه بگیرید. و اما قسمت بالا که در واقع تخت خواب رو اغلب این قسمت بالا لغو میکنه و شل میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه قسمت بالا معمولا بلنده و الان مد شده که بلندتر هم میگیرن از این که ملاحظه میکنید و این باعث میشه که
شما اگر تخت خوابتون خب میخواین بخوابید، میخوابید روش، بلند میشید، حرکت دارید شب تو خواب و مسائل دیگه که این باعث میشه که قسمت‌های بالا، این قسمت‌های بالای تخت خواب زودتر لغو بشه، چون ارتفاع بزرگه، حرکت هم بیشتره. اگر در این قسمت حرکت حدود مثلا 3-4 میلیمتر در نهایت خیلی باشه داشته باشیم، این بالا برسه به 1 سانت هم میشه و شما فکر کنید هر دفعه میرید تو تخت و میان بیرون 1 سانت این حرکت میکنه و خب این به مرور زمان تمام فیتینگ‌های این قسمت شل میشه. بهترین حالت اینه که این قسمت رو همیشه تاج تخت خواب رو روی دیوار نصب کنید، بقیه تخت خواب همه به یه ارتفاعی متناسب باشه که این اتفاق هیچ وقت نیفته. و اگر این کار رو نمی کنید یا تخت خواب دارید به این شکله، اگر قوس داره باید در تمام این قسمت شما یک خط صاف داشته باشید و اگر این اتفاق افتاده، یعنی قسمت بالا به شکل قوس هست و پایه ها هم به شکل قوس هست، اگر جفتشون در یک سطح قرار دارن میتونید اینو به دیوار نزدیکش کنید و بچسبونید که اگر قرنیز مزاحمه اون قسمت جلوی پایه تخت خواب رو، قرنیز رو ببرید که این دقیقاً بچسبه به دیوار و این حالت حرکت رو ازش بگیرید. این خیلی باعث میشه که شما تخت خوابتون عمرش بیشتر باشه. موضوع بعدی داشتن کشو در قسمت‌های زیر تخت خوابه. ببینید عزیزان، اگر میخواین کشو داشته باشید دیگه خب این قسمت باز رو ندارید، حتما باید این قسمت روی زمین بشینه و این باعث میشه که خب البته زیر تخت خوابتون هیچ وقت، نه اینکه هیچ وقت، خیلی تمیزتر بمونه، به خاطر اینکه خاک و یا چیزایی که از دستتون میفته اون زیر نره و اینکه از فضای این زیر هم استفاده میکنید. حالا یا کشو میذارید یا جکی انجام میدید. موضوع کشو خیلی مطلب مهمیه. اگر که پاتختی دارید حتما پاتختی محاسبه کنید که عمق پاتختی مزاحم استفاده شما از کشو نشه. یعنی به طور مثال عرض میکنم اگر عمق پاتختی شما 50 سانته، شما باید کشو رو در قسمت تخت خواب از 55 به بعد محاسبه کنید. یعنی در واقع اگه این 2 متره، شما 55 سانتش رو کم کنید میشه 1 متر و نیم. 1 متر و نیم باید یک کمی هم از پایین فاصله داشته باشید که یه دیواره به ما بتونه بده. تقریبا 1 متر و 20 سانت میشه. میتونه 2 تا کشوی 60 سانت، 2 تا کشوی 55 سانت، بهتر اینطوری بگم 55 سانت به ما بده یا هر چیزی که به دست میاد، ولی حتما باید اینو رعایت کنید که جلوی پاتختی نیاد. بعضی موقع از زیر تخت خواب هم میشه کشو گذاشت به خاطر نزدیک بودن دیوارهای اتاق به کنارهای تخت خواب. میتونید از قسمت زیر 2 تا کشو بذارید، 2 تا کشو مثلا 80 سانت میتونه باشه که عمقش هم زیاد بگیرید. اگه میخواید ریل نذارید میتونید کف کشوها رو چرخ بذارید، ولی در وسط یه هولدر نیازه که زیر تخت خواب قرار داده بشه که بتونه این کشوها توی همون مسیر خودش راحت تر رفت آمد بکنه. دیگه موضوع پاتختی هست که خب مدلاش بر حسب مدل خود تخت خواب تهیه و تنظیم میشه. اگه بخواید میتونید 2 کشو کنید، 1 کشو یه در باشه، 2 کشو یه در باشه، بلندتر باشه، کوتاه‌تر باشه و حتما در پشت این پاتختی یا تخت خواب باید حتما برق داشته باشید، چرا که موقع خواب از این برق‌ها استفاده میکنید. موقعی که میرید تو تخت بعد خاموش میکنید دیگه بلند نشید که کلید برق رو بزنید. البته این موضوع خیلی قدیمی شده، الان بیشتر کلید تبدیل میذارن بالای تخت خواب که شما میتونید اونو از همونجا خاموش روشن کنید. منظورم چراغ سقفه. موضوع بعدی ما دراور یا میتونم بگم میز آرایشه. میز آرایش البته نباید به این بلندی باشه، عمقش حد اکثر باید 40 سانت باشه، به خاطر اینکه شما وقتی رو صندلی میشینید که بخواید آرایش کنید، خانوما البته خودتون 30 سانت با میز توالت فاصله دارید. اگر اینجا عمقش 40 سانت باشه میشه 70 سانت که باز به نسبت خیلی بهتر از اینه که عمق اینو توی بازار میگیرن 50 و این غلطه، به خاطر اینکه شما دیگه خودتون رو تو آینه
نمیتونید خوب ببینید. شما اینجا 30 سانت خودتون فاصله دارید با میز آرایش، 40 سانت هم سطح میز آرایشی میشه 70 سانت. خودتون هم فکر کنید فاصله که توی آینه میبینید از خودتون تقریبا 1 متر و 20 تا 1 متر و 40 سانت میتونه باشه که البته با حرکت عقب جلو کردن خودتون. بنابراین چیزی از صورتتون واضح دیده نمیشه. حتما در قسمت میز آرایش شما داشته باشید که یه چراغی و حتما پریز باشه یا با یه سراحی قوی این برق رو بدید به این قسمت که بتونید برای سشوار و چیزهای دیگه استفاده کنید. موضوع بعدی که میخوام خدمتتون بگم، خیلی سریع ازش میگذرم، تخت خوابای کودکانه که به این شکل میتونه باشه. میتونه اتاق به این شکل تزیین بشه، درست بشه، تمام کمدها، تخت خواب، زیرش کشوی بزرگ و حتی میتونه این هم خودش یه تشک باشه. یعنی شما تمام اینو که میکشید بیرون میتونه یه تشک باشه. حالا مثل این که این بالاست، شما شاید تو دوربین رو نداشته باشید. اینجایی که من دوربین رو میارم بالاتر، اینجا میبینید که یه تشک کامل از زیر تخت خواب بیرون اومده. این برای مهمونیه که شب پیش بچه ها میخوابه. این هم میتونه باشه دیگه. بقیهش به طراحی میز کامپیوتر اینا که نیاز اون شخص هست بستگی داره. چیز خاصی دیگه ای نداره. مرسی از اینکه وقتتون رو گذاشتید. ممنون. خداحافظ.